این گروه ساکنان 5 ماه باز به دادگاه شهر خوجند میآیند تا که دادرس موقع شهروندی آنها را به نظر گیرد و در نزد منزل زیستشان ساختمان بینای بلنداشانه ساخته نشود. ولی آنها میگویند طول کشیدن جریان بحث دادگاهی آنها را نگران کرده است. анча аз соли 2020 эси ман меёбад кашмакаш постоянно кашмакаш худошон омда самовольно даротои вайрон када ҳозир ако мана кон кашмакаш соска ҳамҷа бо дом месозӣ чӣ хел ҷо дом месозӣ мумкин вой халқ бутун норозӣ. 2 سال پیش شرکت ساختمانی سینان برای بنیاد بینای 7 طبقه بین بلنداشانه‌های 3 و 4 محله 18 شهر خوجند از مقامات محلی اجازه گرفت. ولی جامعه تقریباً 700 نفره این دو بنا به آن راضی نشدند. این در حالی است که ساختمان بنا به نقشه ژنرالی شهرسازی وارد شده و صاحبکاران برای گذاشتن ته‌کرسی قسمی از جای آباد کرده ساکنان را تخریب می‌کنند. چندی از ساکنان حجت باغ و ایستگاه نقلیات را داشتند و قسم دیگر سالها برای آبادی این اطراف سهم گذاشتند. تاک برداشتگی آهن بود، آمه یک تمون بود. سانی شاتود همشه بار کردن گرام رفتیانی. من برای بچه‌ها детский площадка کردگی. همین این درخت‌ها هست همینجا. همشه کده موندگی بودن. اینها اومدن و وقتی که ما نبودیم، اومدن گفتن که ما اینجا ویران میکنیم. 1 سال پیش حکومت شهر خوجند در پی اعتراض ساکنان قرار را بیکار کرد و برای ادامه ساختمان اجازه نداد. ولی صاحبکاران به مقامات دادگاهی مراجعت کردند و خواستند با حلنامه دادگاه بنا را بسازند. احسان یارمحمدوف نماینده شرکت ساختمانی نخواست در این باره با ما صحبت کند و به رضایت آنها دادرس برای اشتراک در مرافعه به روزنامه‌نگاران اجازه نداد. در همین حال حکومت ولایت سوق نیز سنجیدن درستی مجوز ساختمانچیان را از مقامات انتظامی درخواست کرده است. ساکنان میگویند طول این 2 سال برای بنیاد نشدن بینای دیگر در نزد خانه‌هایشان خیلی تلاش کردند و از مقامات دادگاهی حل عادلانه را تقاضا دارند. آنها میگویند طبق قانونگذاری‌های تاجیکستان موقع شهروندی آنها باید حمایت گردد. 2 سال اخیر در شهر و ناحیه‌های ولایت سوق بیشتر از 100 قرار رئیسان حکومت‌ها وابسته به ساختمان بناها مورد بحث قرار گرفته، نصف زیادی آن بنابر ناموافقتی معیارهای کادکس زمین به اعتبار دانسته شده‌اند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.